بینندگان عزیز سلام. شکر که باز هم به دیدار هم رسیدین. امیدوارم همه تن صحت و سالم و امین از سرایت کرونا ویروس هستید. مثل همیشه در برنامه شوکتی محمد با شما هستم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهای امروزه. حکومت تاجیکستان باید از 10 میلیارد سومانی حسابات دهد. شورای اجرایی خزینه بین المللی پول با طور عاجلی سبکسازی قرض 25 کشور قشاق جهان از جمله تاجیکستان را تصدیق کرد. از بیماری سیل فوتیدن آیشما علیمووا ساکن دهه کوشانیان را پیوندانش تصدیق نکردند. آغاز میکنیم به بررسی موضوع یکمی برنامه. حکومت تاجیکستان باید از 10 میلیارد سومانی حسابات دهد. چگونه؟ در ضمن خواهیم گفت. اتحاد اروپا تصمیم گرفته است به تاجیکستان برای کمتر کردن تاثیر ویروس کرونا 48 میلیون یورو کمک کند. در این باره رهبر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان میریلین جیزوفسون در واخریش به وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مخردین دیروز 13 اپریل خبر داده است. گفتنی است وزارت کارهای خارجه قبلا در سایتش از گشادن صورت حساب مخصوص برای جلب کمک ها خبر داده بود. معلوم نیست اتحاد اروپا در واکنش به این دعوت کمک جدا کرده است یا مقامات تاجیکستان رسما برای آن مراجعت کرده است. با وجود اینکه مقامات تاجیکستان وجود کرونا ویروس در کشور را رد می کند، از درخواست و گرفتن کمک ها برای مبارزه با آن خیلی فعالند. در همین حال هیچ تصمیم داخلی برای صرف مبلغ و قطع مصرف های بیهوده در زمان پنجشوی جهانی این وبا و پیامدهای ناگوار اقتصادی آن گرفته نمی شود. جشن و مراسم ها، ساختمان انشاءات های نالازم و دیگر مصارف بیهوده ادامه دارند. کمک های خارجی اگر ضرورند ولی به صرفه‌کاری خودی مقامات در داخل و به قول تنگ بستن تسمه ها این کمک ها اگر دزدیده نشدند تنها قسمت بسیار کوچک مشکلی پیش آمده را می توانند حل کنند. چون طبق پیش بینی کارشناسان تاجیکستان به میلیاردها دلار نیاز دارد تا تاثیر بحران را کمتر کرده از فاجعه پیشگیری نماید. پیام تصمیم گرفت بعضی از راه‌های صرفه‌کاری و جلب مبلغ برای مبارزه با کرونا و کمتر کردن تاثیر بحران اقتصادی را پیشنهاد کند. به نظر ما راه‌های زیادی صرفه مبلغ و جلب آن در داخل وجود دارد. یکی از آنها صرفه بودجه کشور است که امروز به آن می‌پردازیم. قسمی اساسی مصرف بودجه تاجیکستان یعنی پول مردم که به حکومت می‌دهد تا کشورداری کند سری است. هیچ کس نمی‌داند. حکومت از مردم پنهان می‌دارد که پول‌های از آنها جمع آورده‌اش را به کجا مصرف می‌کند. مردم نمی‌داند مبلغ‌های با خون دل جمع آورده و به حکومت داده‌اش به کجا صرف می‌شوند. قسم درآمدی بودجه تاجیکستان 26 میلیارد و 100 میلیون سومانی معادل 2 میلیارد و 600 میلیون دلار و قسم خراجات آن باشد 26 میلیارد و 400 میلیون سومانی معادل 2 میلیارد و 700 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. با این پیش بینی که سال 2020 اقتصاد تاجیکستان بیش از 9% رشد خواهد کرد، حکومت مبلغ گذاری وزارت و کارخانه ها را افزایش داد. ولی قسم بزرگ مصرف اکثر وزارت و کمیته ها تحت عباره فعالیت های دیگر از مردم پنهان کرده شده است. در یک برنامه پیشتر در این باره گفته بودیم و باز هم راجع به این موضوع گفته می‌گذاریم. مثلا مبلغ گذاری ساحه تندرستی در سال 2020
12% افزایش یافته به 282 میلیون و 170 هزار سامانی رسیده است. در همین حال مبلغ گذاری بیمارخانه ها در سطح سال گذشته یعنی 148 میلیون سامانی باقی مانده است و حکومت هنوز این مسئله را بازبینی نکرده است و با همان مبلغ سال گذشته بیمارخانه های تاجیکستان امسال باید با کرونا ویروس مبارزه برند. درمانگاه ها 6 میلیون و 800 هزار سامانی دریافت بکنند که 14% بیشتر از سال قبل است. اما به فعالیت های دیگر در ساحه 81 میلیون سامانی اختصاص داده شده است. کسی شرح نمی‌دهد که این فعالیت های دیگر چیست و چرا برای آن 12 مراتب بیشتر از درمانگاه ها پول جدا کرده شده است. اکنون دقت دهید. به ساحه معارف می‌گذاریم. مصرف ساحه معارف در بودجه 788 میلیون و 980 هزار سامانی پیش بینی شده است که نظر به 720 میلیون و 300 هزار سال گذشته 9.5% افزایش داشته است. برای آموزش کسبی 481 میلیون و 100 هزار سامانی و برای آموزش عمومی 195 میلیون اختصاص داده شده است. این هم در حالی است که در این وزارت به فعالیت‌های دیگر 112 میلیون و 900 هزار سامانی جدا شده است که نسبت سال گذشته 12% یا خود 12 میلیون و 200 هزار سامانی افزایش داشته است. مصرف بودجه برای سقوط اجتماعی با 4.9% افزایش 558 میلیون سامانی را تشکیل داده است که 125 میلیون سامانی آن برای فعالیت‌های دیگر است. برای فعالیت‌های دیگر. بخش فعالیت‌های دیگر در ساحه فرهنگ و ورزش قریب 40% از مبلغ عمومی را تشکیل می‌دهد. یعنی از 153 میلیون سامانی برای فعالیت‌های دیگری که چه بودنش معلوم نیست 396 میلیون سامانی اختصاص داده شده است. همین طور در همه ساحه ها بخش فعالیت های دیگر موجود است که کسی نمیداند آنها چه فعالیت هایی هستند. تنها در همین 4 ساحه که ذکرشان رفت قریب 9 میلیارد سامانی معلوم نیست به کجا می روند. البته در همه ساحه ها فعالیت هایی هستند که نمی شود همه‌شان را در حجت ها ذکر کرد. اما وقت 30-40% مصرف برای آنها پیش بینی می شود، یعنی فعالیت دیگر به نام و به نشان مقامات موظف است به صاحبان پول یعنی مردم کشور باید شرح دهد که این چی فعالیت های هستند که 9 میلیارد پول آنها را میخورند. تماشابینان عزیز، این مسئله مثل این است که یک نفر به خدمتگارش یا کارمند خانه‌اش، خادم خانه‌اش برای خرید از بازار فرضاً 3000 سامانی پول میدهد. خادم بعد بازگشت حسابات میدهد که به 1200 سامانی گوشت خریدم، به 800 سامانی پیاز و کارتاشکا و به 1000 سامانی میده چوده. در حالی که چیزی از میده چوده دیده نمی شود. همین خیلی میگوید من دقیقاً میده چوده خریدم. چه خیلی فهمیدید؟ انا همین طور دولت یعنی حکومت تاجیکستان
که پول مردم را به میده چوده صرف میکند و نمیخواهد شرح دهد که آن میده چوده چی است. در بودجه تاجیکستان که بخش خراجات آن نزدیک به 27 میلیارد سومانی است، 3.1 برابر به 9 میلیارد سومانی میرسد. یعنی 9 میلیارد سومانی میشود 3.1 برابرش. غیر از این امسال برای فاند ذخیروی رئیس جمهور که برای 1 درمش هم کسی حسابات نمیدهد 385 میلیون سومانی از بودجه جدا میگردد. برای خراجات پیش بینی نشده حکومت باشد 96 میلیون سومانی. در جمع 471 میلیون سومانی کسی نمیداند که به کجا می رود. یگان حسابات وجود ندارد. یعنی غیر خراجات سری، یک چند خراجات های سری همه کشورها دارند. مثلا برای بعضی بخش های ارتش، خدمات مخصوص و غیره که در بودجه همه کشورها از جمله تاجیکستان وجود دارد. 10 میلیارد سومانی پول مردم، 10 میلیارد سومانی پول مردم برای فعالیت های نامعلوم و فاند رئیس جمهور جدا می شود و کسی نمی خواهد درباره سمت مصرف اینقدر پول مردم حسابات دهد. حالا که کشور شدیداً به مبلغ‌های هنگفت نیاز دارد، وقتی آن رسیده است که حکومت برای هر سامانه این 10 میلیارد حسابات دهد. اینچنین هر چی زودتر جداسازی مبلغ به ساحه‌های غیر ضروری قطع گردیده همه مبلغ‌های صرف شده برای مبارزه با شیوع ویروس و کم کردن تاثیر بحران اقتصادی روانه شوند. وقتی آن رسیده که دیگر حکومت درم به درم از فعالیتش حسابات دهد. گدایی را حکومت می کند. منت و غربت و سرخمی این گدایی به گردن ملت است. بس است دیگر. باید این گدایان اصلی حسابات دهند که گدایی که به نام مردم میگیرند و این همه مصرف های هنگفته که میکنند با چه شکل است و کجا می رود. شروع اجرایی خزینه بین المللی پول با طور عاجلی سبکسازی قرض 25 کشور قشاق جهان از جمله تاجیکستان را تصدیق نمود. حالا این موضوع را همکارم صفیه دوام می‌دهد و در دوام چند از رویدادهای دیگر را برایتان گزارش می‌کند. شورای اجرایی خزینه بین المللی پول تعجیلاً سبکسازی سرباری قرض 25 کشور قشاق جهان از جمله تاجیکستان را تصدیق نمود. در اظهارات کریستالینا گیورگییوا دیرکتور مأمور خزینه بین المللی اسعار گفته شده است که روز 13 اپریل شورای اجرایی خزینه تعجیلاً سبکسازی سرباری پرداخت قرض را برای 25 کشور عضو خزینه بین المللی پول در دایره مکانیزم بازبینی شده خزینه بین المللی پول فاند ترستی برای محدودسازی و رفع عاقبت‌های فلاکت‌ها همچون قسمتی از تدبیرهای جوابی خزینه برای مساعدت به برطرف ساختن عاقبت‌های پاندمیای کووید 19 را تصدیق کرد. گفته می شود در این قرار پیشنهاد گرانت ها به کشورهای کم بضاعت‌ترین و بیشتر آسیب‌پذیر عضو خزینه بین المللی پول برای رویپوش کردن عهده‌داری‌های قرضی آنها نزد خزینه بین المللی اسعار در دوره اول مدت 6 ماه من بعد پیش بینی گردیده با آنها جهت روانه ساختن ذخیره‌های بیشتری محدود مالیوی خود به یاری حیاتاً مهم تعجیلی طبی و دیگر کمک‌ها مساعدت می‌کند. سبکسازی سرباری پرداخت قرض کشورهای کم بضاعت‌ترین در قطار تاجیکستان به کشورهای افغانستان، بنین، بورکینافاسو، گایتی، گامبیا، گوینه بیساو، جزیره‌های کومور، یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موزامبیک، نپال، نیگر، رواندا، سانتومه و پرینسیپی، جزیره‌های سولومون، سرالئونه، توگو، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد نیز پیشنهاد می شود.
قابل ذکر است که بقیه قرض تاجیکستان به اولی سال روان اندک بیشتر از 30 میلیون دلار از حساب قرضی از جانب بانک ملی تاجیکستان جلب شده را تشکیل داد. به صورت عموم حجم قرض بیرونی تاجیکستان 2 میلیارد و 888 میلیون و 400 هزار دلار را تشکیل می‌دهد که به 35.8% مجموع محصولات داخلی جمهوری برابر است. اتحادیه اروپا در چهارچوب همکاری به خاطر برطرف نمودن نیازهای مبرم و کاستن پیامدهای همگیری کووید 19 نیت دارد به تاجیکستان تا 48 میلیون یورو همچون کمک پیشنهاد کند. بنا به اطلاع وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در این خصوص رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان سفیر میریلین یوسفسون روز 13 اپریل ضمن ملاقات با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سیراج‌الدین موهریدین اظهار داشته است. گفتنی است بانک جهانی نیز به تاجیکستان برای پیشگیری پهنشوی کرونا ویروس 11.3 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا می‌دهد. این مبلغ برای خرید تجهیزات محافظتی و لوازمات گذرانیدن سنجش، اینچنین آموزانیدن کارمندان ساحه تندرستی روانه می شود. همچنین آلمان به تاجیکستان برای خریداری واسطه‌های محافظت شخصی، تجهیزات طبی و مبلغ گذاری به آموزش برای مبارزه با پهنشوی کرونا ویروس نو 1 میلیون یورو جدا کرد. بانک آسیایی رشد نیز بهر دستگیری تلاش‌های تاجیکستان در مقاومت با کرونا ویروس 100,000 دلار گرانت پیشنهاد کرد. کشور همسایه ازبکستان نیز چند روز پیش 18 واگن پر از خوراکی و غذا و لوازمات طبی را همچون یاری بشردوستانه به تاجیکستان فرستاد. بعد فوت عایشه ماه علیمووا که در شفاخانه مرکزی ولایت ختلان در باختر به حیث فراش کار میکرد، وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد مرگ این کارمند 58 ساله شفاخانه که گروهی از ساکنان در آنجا کرانتین شدند ارتباط به بیماری کووید 19 ندارد. وزارت روز 13 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت عایشه ماه علیمووا روز 12 اپریل بر اثر سیل ارتشاح مابینی هر دو شش، گیپرتروفیای معده‌چه چپ دل و اتروسکلروز شهرک فوتید. اما خویشاوندانش به رسانه‌ها گفتند که عایشه ماه علیمووا ساکن دهه کوشانیان بیماری سیل نداشته است. بنا به اطلاع رادیوی آزادی به نقل از محمدی شامورادوف ساکن جماعت بوستان قلعه که گفته است عایشه ماه علیمووا جیانش می شود از بیماری قلب و جاغه رنج می کشید. یگان بیماری دیگری نداشت. با گفته محمدی شامورادوف عایشه ماه علیمووا بیماری شوش و یا سیل نداشت. این در حال است که در خبری رسمی یکی از سبب‌های مرگ او را سیل ارتشاحی قسمی مابینی هر دو شش‌ها و بیماری قلب نوشتند. در شبکه‌های اجتماعی کاربران از مرگ پی در پی نفرانی در کرانتین بوده اظهار نگرانی کرده تخمین می‌زنند که گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس را مقامات پنهان می‌دارد و این عاقبت خوبی ندارد. ماکسیم شفچنکو روزنامه‌نگار و وکیل مجلس قانونگذاری ولایت ولادیمیر فدراسیای روسیه میگوید گرفتار کرونا ویروس شده است و برای حیات مبارزه میبرد. ولی پزشکان یا دکترها بیماری او را پنومونیا یا التهاب شش عنوان کردند و آزمایش کرونا ویروس برای او منفی برآمده است. ماکسیم شفچنکو باور دارد که گرفتار کووید 19 است اما سنجش‌ها نتیجه درست نمیدهند. شفچنکو میگوید در عمر من چنین بیمار نشدم که 14 روز باز تبم 38-39 درجه است. آن حتی به 40 درجه هم رسیده بود. 8 روز اول من یگان سلفه، ریزش یا عطسه نداشتم. تنها تمام استخوان‌هایم درد میکرد. ماکسیم شفچنکو افزوده است که همیشه از احتیاط کار میگرفت، تازه میگشت و دستانش را میشست، اما نمیداند در کجا این بیماری به او سرایت کرده است. وی بر این است که طبیبان بیماری نو را تشخیص کرده نمیتوانند. این گفته های ماکسیم شفچنکو روزنامه‌نگار و وکیل مجلس قانونگذاری ولایت ولادیمیر فدراسیای روسیه در حالی است که طبیبان بیماریش را زکام موسمی دانستند. از ماکسیم شفچنکو برای سنجش کرونا ویروس نو روز 4 اپریل نمونه گرفتند و نتیجهش را 7 اپریل رساندند. ماکسیم شفچنکو سالهای زیاد عضو شورای جمعیتی نزد پرزیدنت فدراسیای روسیه بوده از حقوق مهاجران تاجیک و مسلمانان روسیه دفاع میکند.
با همین برنامه امروزه ما به پایان خود رسید. به نفرانی که با ما همکاری کرده ایستادند و برای ما ثبت و نوار فرستادند منتداری خود و هیئت ایجادی رادیو پیام را می‌رسانم. بینندگان عزیز، خودتان و پیوندانتان را احتیاط کنید. از الله مهربان طلب و دعا دارم که ملت عزیزم و هموطنان گرامیم را از سرایت کرونا ویروس در پناه عصمتش نگاه دارد. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net